من فکر میکنم یه وزنه‌ای هست سکویی، یعنی انجام نمیده. که برای انجام دادن شما اول باید وظیفتون رو یاد بگیرید، باید بفهمید چه کار میخواید بکنید، با چه کسانی باید هماهنگ بشید، چه بخشی از جامعه با نظر شما موافقه. اما وقتی بگویید که آقا ما انقلاب نمیخوایم، انقلاب کردیم دیگه به درد نمیخوره، با همینا چپ راستی خود کنار میایم تا وقتشون بمیرن ما آدم بشیم، اینا قصه است، اینا دروغه، اینا مسخره است، اینا جزوی از فرهنگ اسلامی. تحمل کن ما ثروت رو بدوزیم، تحمل کن ما با دختر خانه و مادر و عمه و خاله تجاوز کنیم. این کار کردن. ملت فقط تحمل کرد، هیچ کاری نکرد. با همین فرهنگ اسلامی بود. فقط با همین فرهنگ اسلامیه که شما میتونید این انقلاب رو تحمل بکنید. در غیر این صورت این فرهنگ رو بذار کنار، این انقلاب رو بذار کنار، شما به همه چی رو عوض کنید. که نمیخواید با این گروه زندگی کنید، نمیخواید با این گروه در رابطه باشید، اصلا نمیخواید این گروه وجود داشته باشه، بعد بر کنارش بکنید، پس باید انقلاب بکنید. اینه که این افراد که بخشی از جمهوری خواهان، اصلاح طلبان این مسائل رو دنبال میکنن و به خورد جامعه میدن، این خورد به جامعه دادن این نیست که یک نفر بگه تو یک بخشی از نه، از اون بالای بالا تا اون پایین روزنامه فروش و بستنی فروش میگه آقا انقلاب چیز خوبی نیست. در صورت بستنی فروش نباید بپذیره، نه خوبه، چطور تو پولدار کرد منو فقیر کرد، پس من با انقلاب کنم که تو فقیر بشی من پولدار بشم. اینطوری باید باشیم برخورد کرد. یا اصلا اینکه شما نابود بشین دیگران زندگی کنن. دانش از دست شما گرفت، پس فطرتان داد دست انسانهای خوب. طوری باید باشیم برخورد کرد. اینه که وظیفهش رو نمیفهمه، به حقوق هیچ کس دیگه هم احترام نداره، فهمه فقط میخواد پول مالشون رو بدوزه. معلومه نمیخواد انقلاب بشه. ما دو گروه هستیم در جامعه ایرانی. یک گروهی که واقعا درک کرده، احساس میکنه که باید همه چی درست بشه، این خوب نیست برای یک جامعه و مردم همشهری. یه نه میگن گور پدرش بفروش، هر چی تونستی بفروش، پولشو بفرست. و این هم هست دیگه، رو جامعه ما نشسته، تو خانواده ما هست، تو شهر ما هست. این رو باید به هر حال یه طوری فرموله از خودمون باید تربیتش کرد. خوب انسان دنبال ثروت باشه، اما نه با چپاول ثروت و دیگر. مرسی دوستان، سپاس گذارم. درود دوباره. مثالایی هم که میزنن خیلی خنده داره، مقایسه میکنن، میگن که بختیار هم گفته بابا مذاکره کنید، یعنی چی که شاه باید بره، ولی اینا وحشی بودن و ریختن و انقلاب کردن. این مقایسهشون منو کشته. این مقایسه این اصلا میگن نه الانم باید با خامنه‌ای مثلا مذاکره کرد. بود طرف نمیفهمه هیچی، رادیکاله، میگه همه دنیا باید نمیدونم اسلام بشه، اصلا ایران براش اهمیت نداره، تو چطوری میخوای با این آدم مذاکره کنی؟ من نمیفهمم. من احساس میکنم که به هر حال طرف یه سودی این وسط به نظر خودش میبینه، حالا یا امنیت نسبیه که نیست، از نظر من نیست، ولی اون اینو امنیت نسبی میبینه چون خیلی نفس میکشه تو چند وقت دیگه مثلا دیگه سن رسیده به 40 سال، خیلی سکته های 30 ساله 40 ساله داریم، خیلی جوان سکته میکنن، سن در واقع عمر خیلی کوتاه شده، تصادف نمیدونم، به هر حال یعنی من امنیتی نمیبینم، ولی اون چون بوم تو خونش نمیذارن فکر میکنه امنه مثلا، فعلا تازه نمیذارن. تحلیلاشون برای من قابل درک نیست و حرفای منم درک نمیکنن. من هرچی براشون توضیح میدم میگن که قبول دارن شاهزادان ها، همشون شاهزاده رو قبول دارن، چون شاهزاده میگه حرکت مسالمت آمیز، قبول دارن. ولی خب این که نمیشه، تو چطوری طرف داری؟ خب باید تحلیل میکردی انتصابات.
میگن نه بعد این همین رئیسی رأی می آورد همین وحشی‌ها. خب همشون وحشی‌ان. به هر حال من شخصا چیزی برای از دست دادن ندارم و اگه قدرت پیدا کنم حرکت انتحاری خواهم کرد و آخوند خواهم کشت. حالا اگه فکر میکنید این جرمه، بعضی اینجا میان منو تهدید میکنن، میگن این حرفی که میزنی جرمه و میشه زندان انداخته. خب بیان. بله، عرض کنم که این مردم تحمل نکردن. این مردم رو با توسری و ضرب، با کشتن ستار بهشتی ها، با کشتن الها، با کشتن خیلی نه تنها این 4 تا اسمی که ماها میدونیم به این مشهور شدن، همونجور که میدونید زندان ها پره، ولی احتیاج به عملیات انتحاری نداره. هنوز به اونجا نرسیدیم. یک کمی صبور باشید ببینید تو این چند ماه آینده این رژیم رو چگونه تاسیس میکنند و کار این رژیم به کجا خواهد کشید. کلیدش خورده شده. علنا هم به خود رژیم گفتن باید بری. کمی صبور باشید. البته تحمل نکنید ولی کمی صبور باشید. مردم ما خانم سوزان متاسفانه خیلی دهنبین هستند و منطقی فکر نمی کنند و این یک نوعی از تبلیغات رژیم هستش و این دوستانی که رفتن رأی دادن، شما باید از اینها سوال میکردید که آیا این رژیم در انتخابات تقلب میکنه یا نمیکنه. اگه تقلب میکنه شما خودتون رو بازیچه کردید. اگر قبول دارید سال 88 اومدید تو خیابونا گفتید رأیم کو، دوباره رأی دادنتون حماقته. تمام شد. قبول میکنن نمیکنن این حقیقتی است. برای اینکه اصلاح طلبها این حرفی که شما الان زدید که ما یک بار انقلاب کردیم نمیخوایم دوباره اشتباهمون رو تکرار بکنیم، حرفی است که دوستداران طرفدار آقای فرخ نگهدار غرغره میکنند. این دقیقا حرف چریک‌های فدایی خلقه. روم آقای نادر 66 تشریف ببرید، اونجا متوجه میشید که من چی دارم میگم. و اینها تبلیغات چپی هستش. اینهایی که این حرفو میزنن که شاهزاده رو قبول دارن دروغ میگن، برای اینکه اگر شاهزاده رو قبول دارن برای نجات خودشون بایستی یک تکونی بخورن. نتیجتا این دوستان رو شما با این بحث میتونید خیلی راحت آچمز کنید که شماهایی که میدونید در رژیم این همه تخلفات برای همین این به حساب انتصابات آخری این همه تخلفات وجود داشته، پس رژیم داره تقلب میکنه. خاک بر سرتون کنم که رفتید پای صندوق‌های رأی و خودتون رو بازیچه یک مشت آخوند کردین که به دنیا نشون بدن طرفدار دارن. شماها لشکر سیاهی هستید. خواستم فقط این رو خدمتتون گفته باشم. عرض کردم چندین مورد هستش که در تبلیغات خودشون برای خودشون استفاده میکنن. یک، حکومت جمهوری اسلامی الان در منطقه قدرتی است و اجازه تجاوز به مرزهای ما رو نمیده. دروغه. تا زمانی که این رژیم سر کاره ما زیر تهدید جنگ هستیم، برای اینکه امکان نداره این رژیم با اسرائیل کنار بیاد و مرگ بر اسرائیل نگه و موشک‌سازی نکن. دو،
مسئله تمامیت ارضی و داعش رو پیش میکشن، دقیقا با همون اون تئاتری که در سر قبر آقا این دوستان این روحوزی که بازی کردند و نمیدونم چند نفر را هم کشتن به خاطر اینکه بگن ما فقط زیر حمله داعش هستیم. والا حمله تروریستی در ایران چه چیزی رو میخوان اینا ثابت کنن؟ مگه خود آقای ترامپ نیامد گفت من محکوم میکنم حمله تروریستی رو و به بازمانده ها تسلیت گفت، ولی در این حال هم برگشت گفت رژیم ایران خودش تروریسته. خنده‌دار برای ما. بعد میان وارد این میشن که آره رژیم تا حالا به مملکت خدمت کرده و میخوان از این گونه مسائل استفاده کنن که اونجا هم که راحته، خیلی راحته، آدم 2 تا از دزدیای سرتق لاریجانی رو بیاره وسط، 4 تا از لنگ و لغت‌هایی که آقای بابک زنجانی که حکم اعدامش الان 2.5 سال در اومده و اینا اعدامش نمی‌کنن، نمیدونم چرا. از اون طرف تحریم‌های جدیدی که بر روی سپاه گذاشتن، مادر تحریم‌ها خودشون اسم گذاشتن. اینها دروغ به مردم میگن، از روز اول به مردم دروغ گفتن. به خمینی گفت من مخالفم با این که بگن آقا با زبون خوش اینا باید برن، اینا امکان ندارن. اینا گدایی کردن، گدا بودن به اینجا رسیدن. پس فقط زور، بله تنها راش فقط زوره. این آخونده فقط چقلقت حالیشونه، حرف حساب حالیشون نیست. این آخونده متاسفانه نیرک جان ضعف ایرانی ها رو فهمیدن. ببین من چند وقت پیش باور کن یکی از دوستان رفته بود ایران، یعنی این تا به عنوان موزیسین آمده بود کانادا، الان اینجا باور کن نیرک، باور کن میگفت 80% جوونا معتادن، اصلا عین خیالشون نیست چی به چیه، شیشه میکشن، تریاک میکشن. بله اون که دیگه اوضاع خرابه، خیلی خرابه. ببخشید زن ایرانی هم مثل آب خوردن داره تنفروشی میکنه، برای شوهرش هم مهم نیست. ببین ما رو به کجا کشوندن، این واقعا یه مصیبتیه. ببخشید لعنت بر این اسلام، واقعا لعنت بر این اسلام. ببین اگر شاهزاده ما در میاد میگه که نمیخوام خشونت باشه، به فکر ملت حقم داره. یا آدم مهربانی، یا آدم درسته، یا آدم واقعا دلسوزه، واقعا ملت مملکتش رو دوست داره، دلش میسوزه، حاضر نیست یک مو از سر یک ایرانی کنده بشه به خاطر اون آزادی. ولی نهایتا چاره چیه؟ باید چیکار کرد؟ اگر این کار نکنیم، آخوندی که به این صورت پرروه و تکون نمیخوره، گدازاده بوده، گدازاده بوده و حالا اومده The King of the Land نیویورک. بفرم اینو به مذارمش توی پن. این من یه بار من اینو پدرش در آوردم، حالا داره از اونجا خودش اولا باند سرچ کنم، باند رفت در فرار کرد. بله خیلی خوب، پدر سخته بیشتر. اینا چه آدم های کسیفی هستن. خب بازم تا میتونه بزن. عرض کنم بزرگی آخونده گدا و گدازاده بودن و تا الانم عادت دارن به گدایی. پس بنابراین مثل شاهزاده ما نیست که تو ناز و نعمت و توی رفاه و توی چیز بزرگ شده و عادت به این چیزا نداره. حالا ببخشید حرفا میزنم، اینا راحتن، مشکلی هم براشون نیست. مملکت بره نره، گرسنه بشن نشن، اینا عادت دارن به این چیزا، به این راحتی نمیرن. تو دنیا که آبرو ندارن کجا میخوان برن؟ هر جا برن بیچارن.
بنابراین تنها چیزی که هست یک زوری باید باشه تا اینا رو حالیشون کنه و سر جاشون بشونه. خامنه ای که به این راحتی، ولی البته خامنه ای که مرده است، که مردنی هم فوقش خیلی هم باشه یه سال دیگه، ولی خطر از خامنه ای توشون هست که از خامنه ای خیلی خطر. من ببخشید من درود به دوستان نگفتم، دوستان عزیزونه که درود گفتن به همتون درود سپاس، زنده باشید و همیشه سالم و تندرست. امیدوارم که هر زودتر مملکتمون آزاد بشه و یه نفس راحت بکشیم در کنار هم دیگه. متاسفم برای اونهایی که در همین پالتاک دو طرفه فکر میکنن، هم این ور دارن هم اون ور دارن، که مبادا یه وقت خدای نکرده راهشون غلط نباشه. یعنی چه؟ یعنی این که اینا ملت ایران وقتی که خامنه‌ای برمیگرده میگه آتش به اختیار، خب شما دیگه تا آخرش بخونید که یعنی به نیروهای